دوستان پرسیدن من چطور اقامت گرفتم. خدمتشون و چه اقامتی دارم. خدمتشون عرض شد که من در اتریش درخواست اقامت دائم کردم و خوشبختانه درخواستم پذیرفته شد و بعد از اینکه پذیرفته شدم درخواست پاسپورت کردم و پاسپورت من گرفتم و الان سالهاست که در این کشور زندگی میکنم. قبلش 6 ماه در ترکیه زندگی کردم، 3 سال در یونان و بعدش هم اومدم در اتریش. الانم که تعطیلات هست. ببینید داشتن اطلاعات صحیح خودش یک نوع ثروته. یعنی اینی که آگاهی آدم داشته باشه شاید از پول بیشتر برای آدم ارزش داره، چون با اطلاعات صحیح اگه آدم نداشته باشه، آگاهی از این مطلبی نداشته باشه، ممکنه پولش هم ببازه. بارها میبینیم که خیلیا برای همین آگاهیشون به مردم نمیگن یا دروغ میگن. من سعی میکنم واقعیت رو در مورد زندگیم در اینجا بیدم باشم. من تقریبا 1050 یورو با من درآمد دارم که فعلا از اداره سوسیال میگیرم چون بیکارم. ببینید اینجا دو اداره‌ای که به نام خیلی کار داره مربوط میشه. یکی اداره کاره که AMS بهش میگیم، یکی هم اداره سوسیاله که امافرتیک بهش میگیم. زبان اتریش زبان آلمانیه، البته با لهجه یه مقدار خاص خودش. مثلا در آلمانی میگه ایشوینه، در اتریش ایشوینه، یعنی یک کم خو یه مقدار زمختر است آلمانی هامبورگ و طرف. ولی خدمت شما عرض شد که امافرتیک شما میرید درخواست میدی من کار ندارم احتیاج به پول دارم، به شما حقوق ماهانه میدم برای 1 سال. هر سال باید درخواست جدید بدید به مبلغ 1050. اگر مستاجر باشی و اون قرارداد رسمی داشته باشی 200 هم اضافه میشه 1350. از 1350 شما با 2300 یوروش بهترین غذاها رو میتونید تهیه کنی برای یک ماه کافی. خرج عمده کرایه خونه است و حمل و نقل. بقیه چیزا خیلی به قول معروف براتون زیاد در نمیاد. اینترنت 10 یورو، موبایل رو میتونید 20 یورو 30 یورو قسطی بخرید، بهترین موبایل و همه چی خب قسطی. اگر شما کارت بانکی داشته باشید میتونید بخرید. فقط یک کرایه خونه سنگینه و یه حمل و نقل. و خدمت شما عرض شد که اداره کارم شما اونم به شما یک کمک‌هایی میده. درخواست میکنید به شما کارهایی رو پیشنهاد میده، سعی میکنید کار پیدا کنید، به شما دوره‌های تخصصی میده و اگر دوره‌های تخصصی رو شرکت کنید به شما حقوق هم میده. من فکر کنم در ایران هم همینجوری باشه. یعنی مثلا شما درخواست میکنید در یک دوره شرکت میکنید، مثلا دوره مکانیکی 6 ماه میرید و ماهی به شما 850 یورو پرداخت میکنن. ببینید تقریبا با این 1050 تایی که من میگیرم اگه داخل خونه غذا درست کنید ماهی 200 یورو کفایت میکنه برای یه نفر برای غذا. کرایه خونه زیاده، بین 400 تا 500 تاست. البته خونه های دولتی هم میدن به کسانی که حقوقشون کمه، مثل من 1050 تاست. نمیدونم مثل ایران هم. البته کشورهای نفتخیز هم اینا رو دارن، مثلا دبی، امارات، کویت، لیبی قبلا اینا هم به مردم میدن. یعنی شما میخوای ازدواج کنی، بخوای خونه بگیری، جوون باشی، میری یه نامه درخواست میدی که من میخوام خونه بگیرم، پول پیش ندارم، نمیدونم وسایل خونه ندارم، اینا رو بهتون پرداخت میکنم. منتظر سوالاتتون هستم. هر سوالی داشته باشید من در خدمت.